якам дар бораи гап задем дузанагӣ манъ дар Тоҷикистон, дуюм сатр ҳиҷоб манъ, сеюм намоз хондан то 18 солара манъ, чорум намоз хондан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ манъ аст, панҷум азон додан дар масҷидҳо манъ аст, шашум китобҳои исломӣ аз берун дохили Тоҷикистон даромадан манъ аст, ҳафтум ЗАГС муқаддам бар никоҳ манъ, яъне ки пешаи ЗАГС никоҳ кардан, ҳаштум никоҳ танҳо мулои ҳукуматӣ мекунад, манъ дига мулоҳои ғайри ҳукуматӣ никоҳ кунад, наҳам ҷанозаро танҳо мулои маҳалла мехонад, даҳам барномаи хутбаи мулоҳои ҳукуматӣ аз тарафи кумитаи дин танзим шавад. 10 қонуни буд ки барои шумо расондум. Ҳамин дизана нестан ҳамаш. گفتم من خاطرت کردم که داجی من مشناسم کدامش بود زنه برای اجازه تا مکرون میگم ما کیف میکنم مکرون میگوی پادم دزن نداره دزن داره غرق دزن داره همش دارن نه کم بغلا را نمیمونه بو کم بغلی است که دستش میرسه میگو کم میتون نمیمونهشون یا برای نمکن شما آدم چند زن داشته باشه خوبه؟ زن فقط یک چند تا؟ گفتم که یکی فقط یک. خب به نظر شما کسایی که چند زن دارن زندگی خوبی دارن؟ نه اصلا یعنی چی؟ گرفتن زن دویم به رضایت زن اول به اجازت زن اول به اجازت زن اول اجازت است. حالا به نقطه نظر اسلام هم از روی فکرت انسانی ببینیم کدوم زن اجازت میده که شوهر زن بگیرن اصلا وجود نداره. دوزانگی یکمین قانونه که بگیم رحمانوف یکمین نه، یعنی که یکی از قانون‌هایی که ضد اسلام برآوردگی امام علی لعنتی دوزانگی منع، دوزانگی دو همسری منع است. یعنی از سال 1999 ولی اینجا سال 1999 نوشتیم دوزانگی را منع کردگیان دوزانگی. اما ما اگر نام بگیرم بعضی وزیرها را میدونم که 3 زن دارن رسمی، 3 زن دارن. یک زنش مثلا رسمی چی را میگیم ما زکس میگیم رسمی همیرا میگن، اما 2 زن دیگهش با نکاح پنهانی، نکاح پنهانی. یک وزیرم من میدونم خونش در جای حتی زنی سیم چند ساله در کدام کوچه دوشنبه میدونم باشه. ملاها را میدونم که 2 زنی دارن. بعد از قانونی همی برآوردگیشون وزیرشان ملاهاشان حتی این مکران مفتی این مشینیک این 2 زن داره. سراینده ها را بعضش هم میدونم که 2 زنی داره و بسیار شما میدونید که رئیسا یا که هم شهرونده حتی عادی هم باشن 2 زن دارن. 2 زن دارن، یک زنش رسمی هم زکس داره هم نکاحی بگیم مسلمانی داره، دیمش نکاحی مسلمانی و پنهانی هم هسته. بعضیش نمیدونم پنهان میکنن که یا زن یکمش نفهمش یا اینکه از روی قانون هم جریمه داره، جزا داره، یعنی که هم مبلغ خطی جزا میتن هم زندان میکنن نفری که 2 زن داشته باشه. قانون تاجیکستان. من یک آیت برای شما دلیل میارم که سوره نساء آیت 3 یا 4 پروردگار در همین آیت اجازت دادن 2 زن، 3 زن، 4 زن برای مسلمان ها میته. استعیذ بالله فانکحوا ما طاب لکم من النساء و مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. همین آخر آیت فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. همین جاشه مکرم و نو سلیمان دولت رئیس کمیته دین تنظیم انجام جشن مراسم ها روایت میارن، دلیل میارن، در مردم نشان میدن. پروردگار میگه مسلمان مرد مسلمان میتونه 1 زن بگیره، 2 زن بگیره، 3 زن بگیره، 4 زن بگیره. اگر که نتونست عدالت رعایت کرده
ای اودش نبرومد شرایط نداشته باشی یک زن قطعی کفایه یا که اکتفا کنی. یک زن قطعی. همین سوره نساء آیت چند بود 25 بود. در همجا هم پروردگار میگه که شما نمیتونین که عدالت بین دو زن رعایت کنید. یعنی که هر یک مرد باشه همین دیل یا که بگیم محبت با دو زن یک بار نمیتونه که هر جشن یک نمو دوست بداره. هر جشن نمیتونه. یک دیگر یک بالا و پایان هستن. رژیم روایتشون یا که دلیلشون برای مسلمان‌ها رو فریب کردن یا مردم رو فریب کردن میگه که خداوند گفته که اگر نتونین هم یک تشخیص کفایه کنید. خب نفری که شرایط داره چی به شما نمیگه که نفر شرایط داره بگیرین. نفری که شرایط داره ایجاد این گپ ایون نمیگن، فقط اینو همو روایتی رو میگن که با گپ عملی توغری بگیرن. نگاه کنین بعضیا ما را میگن که شما دموکراتی میخواین، شما نمیدونم کمونیست، طاغوت پرست، دموکراتی یک کفر، دموکراتی یک به خدایی، قانون خدا باید باشه. اما نمیدونن که ما کدام دموکرات میخوایم. یعنی دموکرات شخصا من چه قبول دارم اینا نمیخوان یا که نمیفهمن چی میگه. هر گپی که اینا رو من رسما اینو خودم میگم، هر گپی که فرق نداره گپی پرزیدنت، گپی ملا، گپی یک شهروند عادی، گپی یک ملیسه، با گپی خدا، با گپی خداوند و با گپی رسولش در عموم با گپی شریعت و گپی قرآن خلاف باشه، ما را نه دموکرات میگم نه قبول دارم. گپی را ما قبول دارم که با مقابل خدا و رسولش و قانونهای خدا و گپ خدا نباشه. گپ ما قبول ندارم. گپی که زید خدا باشه ما گفتم ها همو دموکرات همو قبوله. ما را قبول ندارم. و یگان گپی خداوندم بر ضد بنده هاش نیست. باز ما اگر کدام شما را سوال بتونم بگو خداوند دانای میفهمیده که یک پرزیدنت یا یک وزیر یا که یک داملا شما یکمش که یگان تحقیر مرا میکنه، یگان گپ سخت میگه شما میگویی تو دیوانه خدا را به یک بنده برابر میکنی یا که پیامبر شد. برای چی؟ برای میگو خداوند دانای میفهمیده. وقتی خدا دانا باشه، میفهمیدگی باشه، عالم باشه و پیامبرش هم همچنین، چقدر گپی خدا و رسول گپی خدا و رسول به بندش باید ضرر داره، ضرر نداره. گپی خدا و رسول قرآن شفا فایده برای تمام مسلمان ها، اما برای رحمان ضرر داره. ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای عملی قرآن ضرر داره، برای طرفداراش، محباش، پیرواش قرآن ضرر داره. پروردگار میگه. خب دزنگی این نگاه شریعت اجازت های قانون دنیا، قانون سرخانه تاجیکستان را من کرده، همه قانونای روی دنیا را من کرده نیستن. در اینجا دشمنی یا کافر بدنی امام علی ای که دزنگی را من کرده، حق ندارن که دزنگی را من کنن. که یک نفر شرایط داره، امکان داره زن بگیره، یک زنی که شاید بیچاره در بیرون موندگیه. همین یک مثال مردمی که میگن قرباقش شو داره خیلی آب رو داره. میفهمینه چی معنی داره؟ همون بیچاره یا 30 سالش میگذره، همون زن دیم هم بشود، شما در چی زورتون میاد؟ خیلی تا دختر اختناته ولی یک دسته مرد، یعنی که زن دیم نتش یا که دیگه وزیراشون سلیمان دولت ایکو رئیس کمیته دین اونا تا دختر تا نته زن دیم مکرم تا دختر تا نته زن دیم زنی سیم نته. بله شما نتین اگر رشتونه برای که زن دیم باشه دخترتون. اما نفری که زن میگیره در تاجیکستان در عموم در دنیا زنها زیادتر تعداد چون ای مردایی را میدونین. در تاجیکستان از اون جمله زنها ای مردها زیادتر تعداد چون. یک مرد امکان داره شرایط داره یک زن دیگر بگیم هم سرپناه هم صاحبیش میکنه، میخرونه میپشونش، نتونستش خوب نگو ترا چی زورت اومد؟ برای چه قانون نمیبرن که عروس بازی درست نیست، جزا و جریمه ترمت دیگه و دیگه ایشتا چی با قانون نمیبرن؟ همون مردکی زندار ویدیو زیاد برام اگه میدونید میره زنا میکنه میقپنش یا که زنکی شودار برعکس. قانون تاجیکستان داره یگان کودکس یگان پونکت که نفری که یا به زن باشه یا به شو، یا که زندار باشه یا که شودار
با یک زن بیگانه که مرد بیگانه رابطه کرد جزا بگیره نداریم این طرف کنیم. اینجا گپ درباره دشمنی بر اسلام میروه که زن دیم جایز نیست. با جان خود جبر کنیم و به خودکشی دست زنیم.